یک شخصیت از جمله تابعین بود، یک حکایت میکنه از حیات خودش. میگه من قصد کردم حج خانه خدا رفتم، قصد زیارت خانه خدا کردم، در طواف کعبه بودم، میگه گرد خانه کعبه طواف میکردم، ناگاه میگه در زمین دیدم که یک خلطچه طلا افتاده است، یک خلطچه درونش پر از طلا که 1000 تنگه طلا داشت درونش. میگه اون خلطچه را من از زمین برداشتم. وقتی خلطچه میگه که بجا کنتی، همین لحظه بود میگه صاحب این طلاها فریاد کرد و ای مردمگاه حاجی ها، من گفت یک خلطچه طلا ما گم کردم. در درون او گفت 1000 تنگه طلا هست. هر شخصیت یافته باشه اگر گردانده بودیه، من 30 تنگه طلای حلالی ما براش میبخشم، 30 تنگه حلالی براش میبخشم. بود شخصیت میگه من فکر کردم، گفتم هر جایی باشه من در حرم هستم، در کنار خانه خدا هستم، باید این چیزها را صاحب شد. از 1000 چیز حرام ده 30 چیز حلال برای من بهتر است. گفت گرداند و میگه این 30,000 تنگه را دادم، 30 تنگه را برای من داد. وقتی حج ادا شد از حرم، وقتی بیرون میشدیم، یک گروه مردم غلام آوردن، غلام میفروختن. بعد از اون میگه گفتم که همین 30 تنگه را به من یک غلامش بخرم برام بهتر است که دوام رفته با من خدمت میکنه، کار ما پیش میبره. میگه این 30 تنگه را یک غلام خریدم، غلام همراهیم به خانه ما آوردم. بسیار غلامی با وفا و محنتی و کارگر بود، من راضی بودم از این غلام. دوام 4 سال این غلام همراهی من میگه ایستاد. وقتی همراهی من این غلام دوام 4 سال ایستاد، بعد از 4 سال میگه دوباره قصد کردم که حج میروم. غلام گفتم که ای غلام، بسیار غلامی با وفا و خوب هستی، در برابر این خدمت ها من امسال همراهی خودم حجت میبرم. میگه غلام همراهیم گرفتم، در راه آمدن غلام میگه یک سیرش برای من گفت مولا گفت در اصل من غلام نیستم، من شاهزاده هستم. مملکت ما را مسلمان ها رفتن غلبه کردن، گرفتن، من همچون غلام بر این اسیر گرفتن، در شما فروختن. شاید اگر ما حج رویم، یعنی در اون حرم پدر و خیش و اقرب های من با سراغ جستجوی من آمده باشند. مولا گفت میتوانه که من نرخ قیمت به صاحبان فروشی، اختیار داری. گفت وقتی میگه در حرم آمدیم، یک گروه مردمی سیاه ها آمدن در کنار ما دور زدن، خیش تبار این غلام بودن. میگه غلام نزد من آمد، گفت مولا گفت اینها صاحب های من هستند. پدرم گفت اینها را برای خریداری من رای کرده است. پدرم گفت برای آزاد کردن من 50,000 تنگه طلا رای کرده است. اگر بخواهی این تنگه ها را بگیر من آزاد که، اگر نخواهی اختیار، من غلامی تو هستم. میگه این قصه کوتاه اینها آمدن، دوباره این فرزند یعنی غلامه میگه من 50,000 تنگه طلا فروختم، در 30 تنگه خریده بود، 50,000 تنگه طلا فروختم. گفت آمدم تجارت سوداگری سر کردم، در دوام 1 سال میگه فقط زکاتی من 50,000 تنگه طلا شد. خداوند با چنان برکت امداد که در دوام 1 سال فقط 50,000 تنگه طلا چی شد؟ میگه زکاتی من شد که زکات میدادم. با چنان دارندگیم زیاد شد، میگه پول و کار دیل مزد، کار بس کردم، گفتم تا مردن ما بخورم برام بسنده است. وقتی بس کرده بودم میگه با قصد کردم و حج رفتم. در حرم وقتی طواف میکردم، یعنی اون تجارتکارها سوداگرهایی که پیش همراهیم شریک رفیق بودن نزدم آمدن، از من یک التماس کردن، یک خواهش کردن، گفتن ای فلانی، یعنی تو کار بار ترک کرده، از قفای عبادت ذکر هستی، صالح و یعنی پرهیزگار هستی، یک خواهش داریم. میگه گفتم بفرمایید. گفتن حضرت یا فلان شخصیت همراهیم و همکار بود، تجارتکار بود، میشناختی؟ گفت میشناختم. همون شخصیت گفتن وفات کرده است، بندگی کرده است، از همون شخصیت یک دختر باقی مانده است. ما از تو خواهش داریم که دختر اوای بزنی بگی و یعنی نگهبانش باش، یعنی ملک او را نگهبانی کن. میگه گفتم میلش کی زن نمیگیره، کی زن بگردن، میگه راضی شدم. وقتی میگه رفتیم من نکاح کردم،
اون مردم میگه یک عادت داشتن. عادت شما همین بوده وقتی هر شخصیتی که دخترش شوهر میداده است، خیش توار دختر هر کدامش 1000 تنگه برای دختر میبخشد تا اینکه آینده زندگیش خوب بگذرانه. میگه وقتی خانه داخل شدم، در بین خانه جاگه یعنی شهی و عروسی داخته، در گیرد جاگه در هر یک طبق هم تنگه ها گیرد ماندگی هستند. از یک لحاظ میگه حساب کردیم هر کدامش 1000 تنگه. یک طبقش حساب کردیم که 970 تنگه. میگه بعد از آن من با سوی عروس گفتم که این خیشت کدمی است، خیلی مرده بوده است، همین 970 تا کردی، همین 1000 تاش نمیکنی. میگه بعد از آن این عروس با سوی من گریان شد، گفت شوهری مهربان، گفت این مردن این مالهای پدرم هستن. گفت پدرم برای شوهر دادن من 1000 تنگه جمع کرده بود، حج رفت، در حج گم شو کرد، کدام شخصیت یافته بود چون 30 تنگش همو را داده بود. این شخصیت میگه من گریان شدم، گفتم همون شخصیت من بودم. خداوند دوباره 970 تنگه را همراهی دختر این صاحب همین تنگه ها به من بازگردوند داد. یعنی برادران بزرگوار من، چیزی حلال برای انسان برکت میبخشه، فایده میبخشه، راحت میبخشه، اما چیزی حرام برای انسان رنج میبخشه. انسانهای حرام خور حیاتشو بدبختانه میگذره، حیاتشو پر از درد و غم است. والله قسم اونها راحت نمیبینن، جمع میکنن با یک حیات پر رنج و مشقت، پر درد و غم از دنیا میروند. به همین خاطر حرکت کنه برادر عزیز بزرگوار که لقمه ها را حلال و پاکیزه کنه.